به نام دانای مطلق، با سلام به همه شما عزیزان. پیمان آزموده، روانشناس و خوشحال از اینکه در کنار شما هستم. جلسه هفتم از دور همی حال خوب با موضوع نگاه پیوستاری است. شاید کمی این جمله و کلمه برای شما در واقع چالش برانگیز و تعجب برانگیز باشه. نگاه پیوستاری چیست؟ یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما انسان‌ها در روبرو شدن با دیگران داریم نگاه دو قطبی است. دو مدل نگاه رو میتونیم در خصوص روبرو شدن با دیگران و مسائل مطرح بکنیم. نوع نگاه، انواع نگاه، پیوستاری و دو قطبی. نگاه دو قطبی، نگاه دو قطبی به همون سیاه و سفید معروف هست یا به همون 0 و 100 معروف هست. نگاه سیاه و سفید یا 0 و 1. آدم ها یا بدن یا خوبن. من یا آدم زیبایی هستم یا آدم زشتی هستم. دوستم یا آدم خوشحالی هست یا آدم غمگینی هست. من یا مضطربم یا آرومم ولا غیر. هیچ حالت بینابینی دیگه ای رو براش در نظر نمیگیریم. این یا آن، 0 یا 1، سیاه یا سفید. این نگاه متاسفانه در خیلی از ما نهادینه شده و براش هزینه های سنگینی رو میدیم. گاهی به خاطر ناراحت شدن از یک رفتار دوستمون اونو کلاً حذف میکنیم. آدم بدی است، آدم بی‌معرفتی است، همسرم خوب نیست، اون مرا به تنبل بودن، اون مرا به بی‌عرضگی، اون مرا به فلان مفهوم منفی محکوم میکنه. این نگاه خطرناکی است دوستان. این نگاهی هستش که میتونه ما رو در منجلاب تنهایی قرار بده، ما رو به سمت افسردگی و اضطراب بده. اما نگاه پیوستاری چیست؟ نگاه پیوستاری یک خطی است که از 0 تا 100 میتونه نمره بگیره و همه آدم ها در یکی از دو قطب نمره های متغیری رو میگیرن. در واقع ما داریم به آدم ها و به کسانی که باشون روبرو هستیم نمره میدیم در شرایط مختلف و در موقعیت های متفاوت. حالا نگاه پیوستاری در دو مورد وجود داره در مورد خودمون. باز فکر و احساس. ما گاهی اوقات نسبت به آن چیزی که در خودمون داریم تفکراتی رو داریم یا نسبت به دیگران تفکراتی رو داریم، اما چقدر به اون تفکر باور داریم؟ مثلا چقدر باور داریم که من آدم خوشحالی نیستم یا من چقدر باور دارم که من آدم عصبی هستم؟ این باور در طول شبانه روز، در طول سال، در طول ما میتونه نمره‌های مختلفی رو بگیره. مثلا اضطراب که همیشه نمره 100 رو نمیگیره، گاهی نمره 20 میگیره، گاهی نمره 40 میگیره و بالا پایین میاد. اگر این مدلی به احساسمون نگاه کنیم، اگر این مدلی به باورهامون فکر بکنیم، اگر این مدلی به ارتباطاتمون فکر بکنیم، ما میتونیم زندگی خوبی رو برای خودمون رقم بزنیم. ما باز قدم‌های بیشتری رو برای رسیدن به حال خوب برمی‌داریم. خیلی خوشحال هستم از اینکه کوتاه اما تلاش میکنم مفید در خدمت شما خوبان باشم. حال دلتون خوب باشه.